الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم صلی الله علیه و سلم فصلى عليهم، یعنی نفری است که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و به این منزله بزرگ شرف یاب گشتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها نماز جنازه خواندند. و اولین کسی است که در بقیع، قبرستانی که در پهلوی مسجد نبوی است، اولین صحابی است که در این قبرستان دفن شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز ارجمند. دیروز چشمم به صفحه یکی از روزنامه‌نگاران معروف و یکی از فعالان شبکه افتاد که در مورد وفات یکی از زیاییان نوشته بود که فلانی، منظورش همان زیایی، به سوی بهشت رخت بست. یعنی به همین یقین، به همین باوری گواهی دادن به نفری معین به بهشت. ولی مثل این سخن روزنامه‌نگار گاه گاه شنیده می شود، دیده می شود، آنگاه که نفری معروف در جامعه از دنیا در می گذرد. یعنی گواهی دادن به نفری معینی به بهشت چه حکم دارد از نگاه دین، از نگاه شریعت، چه بها دارد، اینجا خواهیم دید. دوستان گرامی، جواب این سوال را بیایید در یکی از احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینیم. امام بخاری در صحیح خود که صحیح ترین کتاب بعد قرآن محسوب است، وفات صحابی بزرگوار عثمان ابن مظعون را روایت کرده، نقل آورده. عثمان ابن مظعون دوستان گرامی صحابی که از سابقین به اسلام است، یعنی از اولین شده ها به اسلام گرویده. امام ذهبی در سیر اعلام النبلا در ترجمه حال ایشان میگوید من سادة المهاجرین و من اولیاء الله المتقین، از پیشوایان صحابگان مهاجر است و از متقیان و دوستان خداست. الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم فصلى عليهم، یعنی نفری است که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند و به این منزله بزرگ شرف یاب گشتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها نماز جنازه خواندند. و اولین کسی است که در بقیع، قبرستانی که در پهلوی مسجد نبوی است، اولین صحابی است که در این قبرستان دفن شدند. امام ابن عبدالبر نیز در شأن ایشان میگوید هاجر الهجرتین، یعنی صاحب دو هجرتن، هم به حبشه هجرت کردند و هم به مدینه منوره. و میگوید و کان عابدا مجتهدا، در عبادت، در طاعت خیلی کوشش داشت. عثمان ابن مظعون دوستان گرامی، این صحابی بزرگوار با این همه کارهای بزرگ، با این همه عبادت و مجاهدت، با این همه سبقت در اسلام، از اولین ها مسلمان شده، در پهلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، با این همه کارنمایی های بزرگ در راه دین، در راه شریعت. ببینیم که وقتا وفات کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم چی درسی برای ما امت دادند. امام بخاری از ام العلاء الانصاریه، از این صحابی زن انصاری که شاهد بیماری های عثمان و شاهد وفات ایشان بوده روایت کرده. این زن میگوید که فاشتكى عثمان عندنا فمرضناه حتى توفی. عثمان ابن مظعون بیمار شدند، ما او را بیمارداری کردیم، طبابت کردیم، خب قضا و قدر، توفی، وفات کردند. ثم جعلناه في اثوابه، او را در کفن گرفتیم و فدخل علينا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما آمدند، به روی جسدی عثمان ابن مظعون آمدند. و این زن میگوید من آنجا گفتم رحمت الله علیک یا ابا صائب، رحمت خدا بر تو باد ای ابو صائب. ابو صائب یعنی کنیه عثمان ابن مظعون. فشهادتی علیک لقد اکرمک الله، من گواهی میدهم که خدا تو را گرامی داشته، من گواهی میدهم که خدا تو را گرامی داشته. در روایت دیگری که آن را امام احمد حنبل در مسند خود روایت کرده است، این زن آنجا گفته است هنیئا لک بالجنه یا ابا صائب، جنت برایت مبارک باشد ای ابو صائب، ای عثمان. این زن میگوید چون پیامبر صلی الله علیه و سلم جمله مرا شنید ناراحت شد، غضب کرد. جمله دومش را منظور، جمله اولش جمله خوب بود، یعنی گفت رحمت الله علیک یا ابا صائب، رحمت خدا بر تو باد ای ابو صائب، ای عثمان ابن مظعون. اما جمله دومش شهادتی علیک ان الله اکرمک، گواهی من بر تو این که خدا تو را گرامی داشته. در روایت دیگر این جنت برایت خوش باشد، فلانی جنتی است، به سوی جنت رخت بست. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این جمله را از این زن شنیدند غضب کردند، ناراحت شدند، گفتند
و ما یدریک ان الله اکرمه، تو از کجا میدونی که خدا او را گرامی داشته. اما هو فقط جاءه والله الیقین والله انی لارجو له الخیر، یعنی یقین مرگ بر سرش آمده، نزد خداوندش رفتم و من امید خیر دارم برایش. یعنی من امید خیر دارم. این تعلیم است از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مناسبت به شخصانی گذشته. امید داریم که خدا رحمت و مغفرتش کند، امید داریم که از اهل جنت باشد. اما فلانی به سوی جنت رخت بست، فلانی بهشتی است، فلانی جنتی است، این جمله هایی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک این زن انصاری را و در شخص او دیگر هر یک فرد امت را تعلیم دادند که چنین نگوید، چون که این چیزی غیب است و انسان از غیب خبر ندارد، تنها از خدا امید خیر می کند، مغفرت می پرسد و گمان نیک می کند به مسلمانان و از خدا برایشان لطف و عنایت و رحمت می پرسد. اما یقینا گواهی دادن به جزم و قطع گفتن که فلانی جنتی است، این جمله غلط است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را اصلاح کردند و امت را از تلفظ آن منع کردند. خدا نگهدارتان.